مشخصات: تیربار پیکا سلاحی است اجتماعی و خودکار که با فشار غیر مستقیم گاز باروت مسلح شده و لوله آن با هوا خنک می شود. با نوار و جعبه نوارهای 50، 75، 100، 200 و 250 فشنگی تغذیه شده و دارای برگه ناظم آتش دو وضعیتی می باشد. دستگاه نشانه روی دارای دو قسمت مگسک و ستون درجه می باشد. به وسیله دو پایه استاندارد به صورت یک تیربار سبک و با سه‌پایه به صورت یک تیربار نیمه سنگین قابل استفاده است. نواخت تیر این سلاح 250 تا 650 تیر در دقیقه می باشد. این سلاح از موفق‌ترین مسلسل‌های دنیا بوده که هنوز هم به عنوان تیربار خط مقدم پیاده نظام و سلاح خودروهای رزمی در نیروهای مسلح روسیه و بسیاری دیگر از کشورهای دنیا استفاده می شود.